با پاسپورت افغانستان در سال 2025 بدون ویزا به 9 کشور می توانید سفر کنید. خبر خوش برای افغان‌های عزیز که میخوان بدون ویزا سفر راحت و کم هزینه داشته باشن. با من همراه باشید، تک به تک دونه بدونه براتون چطور آموزش میدم. سلام دوستان، خوش اومدید به یه ویدیو دیگر. تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. برای حمایت از من لایک و سابسکرایب یادتون نره. زنگوله کنارش فشار بدید تا از آپدیت جدید با خبر بشید. بله دوستان، این همون سایتی هست که برامون این خبر رو گذاشته که ما میتوانیم به 9 کشور بدون ویزا سفر کنیم. برای اینکه وقت شما رو هم بیشتر نگیرم، اینا رو من به فارسی تک به تک ترجمه کردم. ترجمه‌اش رو براتون به خوانش میگیرم. بله دوستان، این همون سایت هستش که این خبر رو برای ما گذاشته. تا آخر ویدیو با من همراه باشید. بله دوستان، رتبه بندی پاسپورت افغانستان. کشورهایی بدون ویزا برای افغانها برای کشف در سال 2025. در حال حاضر شهروندان افغانستان می توانند بدون نیاز به ویزا به 9 کشور سفر کنند. بله دوستان، برای 37 کشور نیاز به ویزای الکترونیکی دارند و برای دیدن 163 کشور دیگر باید درخواست ویزا بکنند. بله دوستان، اینا 32 کشور وجود داره که شما باید با ویزای الکترونیکی برید و 163 کشور دیگر وجود داره که شما می توانید درخواست ویزا بکنید. فهرست کامل رو در زیر مشاهده کرده و برنامه ریزی برای ماجراجویی بعدی خود را شروع کنید. بله دوستان، رتبه جهانی گذرنامه افغانستان از ژانویه 2025. گذرنامه افغانستان در رتبه 197 جهانی در شاخص گذرنامه ویزا گاید قرار دارد که گذرنامه‌های 199 کشور و سرزمین را رتبه بندی می کند. از ژانویه 2025 دارندگان گذرنامه افغانستان از دسترسی بدون ویزا به 9 کشور و سرزمین برخوردارند که امکان تحرک جهانی گسترده‌ای را فراهم می کند. بله دوستان، امیدوارم متوجه این موضوع خیلی مهم شده باشید. در اینجا فهرستی از مقاصد جهانی آورده شده است که شهروندان افغان می توانند بدون ویزا به آنها سفر کنند. بله دوستان، این کشورهایی هستش که شما می توانید بدون ویزا سفر کنید: دومینیکا، هانیتی، جزایر کوک، میکرونزی، نیونه، ساموا، مصر، کنیا، سیچل. بله دوستان، این کشورها می باشند که شما می توانید بدون ویزا سفر کنید. کدام کشورها ویزای الکترونیکی به شهروندان افغان صادر می کنند؟ اینش برای بله دوستان، اینجا تو خود سایت هم اومده هستش، نگاه کنید. این 9 کشوری بودش که بدون ویزا میشه سفر کرد. اینجا رو بعد خودتون به خوانش بگیرید، سر به سایتشون بزنید برای معلومات که باورتون بشه این خبر واقعیه. به خود سایت سر بزنید، اینجا نگاه کنید کدام کشورها هستش. بله دوستان، اینها رو بعد خودتون یه نگاهی بندازید. همونطور که گفتم همون کشورهایی هستش که به خوانش گرفتم. خودتون یه نگاهی بندازید تا دلتون جمع بشه. خب، کشورهایی که با ویزای الکترونیکی برای افغان‌ها صادر می‌کنند: شهروندان افغانستان می توانند به راحتی ویزای الکترونیکی برای سفر به 37 کشور دریافت کنند که این امر سفر به این مقاصد بین المللی را راحت‌تر می‌کند. در اینجا فهرستی از کشورهایی که افغان‌ها می توانند به صورت آنلاین برای دریافت ویزای الکترونیکی درخواست دهند آورده شده هستش. بله دوستان، من یکم سریع براتون به خوانش گرفتم.
امیدوارم متوجه شده باشید. اینجا 37 کشور هستش که برای افغان ها ویزای الکترونیکی صادر میکنه. من این 37 کشور رو به خوانش میگیرم. شما تا آخر این ویدیو همراه باشید که بقیه مسائل مهمه در این باره وجود داره که براتون میگم دونه بدونه. بله دوستان، این همون کشورهایی است که میشه ویزای الکترونیکی میده. البته این سایت رو نگاه کنید. بله اینجا همونطور که من به فارسی ترجمه کردم انگلیسیش اینجا وجود داره. خودتون اینجا سر بزنید نگاه کنید. همون کشورهایی هستش که من اینا رو ترجمه کردم به فارسی. بله دوستان، اینجا آسیا رو نگاه کنید. این کشورها هستش که ویزای الکترونیکی صادر میکنن. اینا رو بعد خودتون سر بزنید بخونید دونه بدونه تا باورتون بشه که این حقیقت داره. با چشم خودتون نگاه کنید. همونطور که گفتم همونجا لیست همه این کشورها وجود داره. بله دوستان، اینجا کشور آسیا رو بزنید همش میاد بالا. بله این همون کشورهایی هستش که فارسیش هم براتون میخونم. گوش فرا دهید به فارسیش. البته اینها همش اسمای انگلیسیش هستش که بعضی هاتون درست متوجه نمیشید. واسه همون من فارسیشو الان براتون به خوانش میگیرم. اول اینا رو براتون نشون بدم تا باورتون بشه. بله اینجا کشورهای آمریکا شمالی و آمریکای جنوبی هم وجود داره. بله اینها همش اینجا ببینید نوشته هستش. بعد اینا رو خودتون ببینید نگاه کنید کدوم کشورها هستش. این کشور سورینام هم بیشتر همه به این کشور درخواست ویزا دادند که متاسفانه با ویزای اینو دریافت کنید هم نمیتوانید به این کشور. یکم مشکل هستش سفر کنید. با مشکل میشه رفت. یعنی باید از برزیل رد بشید تا به سورینام برسید. بله دوستان، اینا رو بعد دونه بدونه براتون آموزش میدم که چرا نمیشه به سورینام سفر کردش. واسه همونم زنگوله رو فشار بدید تا از آپدیت های جدید سفر به اروپا با خبر بشید. این هم بقیه کشورها هستش. بله الان من فارسیشو به خوانش میگیرم. آلبانی، بوتان، هند، عراق، قرقیزستان، مالزی، قطر، سوریه، ویتنام، آنتیگوا و باربودا، باهاما، کوبا، مونتسرات، سینت کیتس و نوئیس، ترینیداد، توباگو، سورینام، پاپوا گینه، بنین، بوتسوانا، بورکینافاسو. بقیه‌شو خودتون به خوانش بگیرید. کدام کشورها ویزای ورود در فرودگاه به شهروندان افغان صادر می‌کنند؟ اگر شما شهروند افغانستان هستید می توانید ویزای ورود در فرودگاه برای 17 کشور فهرست زیر دریافت کنید. برای این 17 کشور در فرودگاه برای شهروندان افغان ویزا صادر می کنند. این کشورها هستش خودتون به خوانش بگیرید. بله من اینجا از خود سایت هم براتون به نمایش میگذارم. اینجا رو ببینید. اینجا رو بعد خودتون برید دونه بدونه نگاه کنید تا باورتون بشه این کشورها در فرودگاه برای افغان‌ها ویزا صادر میکنه. بله اینا رو خودتون به خوانش بگیرید. بعد برید از خود سایت نگاه کنید. کشورهایی که برای شهروندان افغان ویزا نیاز دارند برای ورود به 163 کشور با گذرنامه افغانستان با ویزای معتبر نیاز دارید.
ضروری است که قبل از سفر به این کشورها ویزای مناسب را از طریق کنسولگری یا سفارت مربوطه درخواست کنید. بله دوستان، این همون کشورهایی هستش که همون 163 کشوری که گفتم اینا هستش. بله اینا رو خودتون دونه بدونه به خانش بگیرید، برید نگاه کنید کدوم کشور مناسب شما هستش تا سفر کنید. بله اینجا آسیا رو نگاه کنید، این کشورهای آسیایی هستش. اینجا کشورهای آمریکایی هستش، نگاه کنید. اونجا کشورهای آمریکایی، آسیایی همه رو لیستش رو نگاه کنید، دونه بدونه میتونید بخونید. بله دوستان اینا همون 163 کشوری هستش که الان براتون گفتم. خب دوستان نمیخوام وقت شما رو بگیرم بیشتر، واسه همون من اینا رو نمیخونم، خودتون برید نگاه کنید. این همون سایت هستش، به اینجا خودتون سر بزنید، دونه دونه نگاه کنید. بله ممنون میشم، لایک کنید، سابسکرایب یادتون نره، زنگوله کنارش رو فشار بدید تا ویدیو بعد. خدا نگهدار.